و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان تاجیکستان و مردم مسلمان تمام دنیا سلام خدمت به هر یک تان میرسانم. به نهایت بخشی زیاد که چند قشی در سایت من ویدیوها نیست، پیشروی ها نیست برای مردم مسلمان، برای که کارها به نهایت برادرای عزیز کارها من بسیاره. همتون عذر زیاد میخوام که مقصد ما هم در دوده هستیم. خیلی خبر خوب قطعی آمدم برادرای عزیز. این همی ویدیویی که نامری که در بالا میبینین جای کار در شهر مسکو، سترویکا، شکاتو، شپاکیلوکا، گیپسا کردن، خلاص همین کاری سترویکا همه نمودش هسته. خواهی دگاوری مقصد هر روزی کاری تا میتید، خواهی ابیو میتید. خلاصه گپ که چه خیلی میخواهی نمی نامری بالا میبره زنگ میزنی یک برادر ایمو خواهش کرد که نمی خیلی فواد هر روزا پولشون مقصد روزی کاری میتیانی و که خواه مقصد خلاصه گپ که دگاور میکنن 3 روزا 5 روزا ده چه خیلی که خچن اما خلاص همه خیلی مقصد ابیو خواه همه خیلی میتن. و ما برای خواستم که یک ویدیو کنم برای برادرها پیشنهاد کنم که همین برادرای مرحمت جای کار اینا کسی که بیکار باشی مرحمت سترویکا. از ما فقط یک خواهش برادرای عزیز، مقصد ما یک جای شدن در همین غریبی یک دیگر دستگیری کردن است. این همین کانال ما برای همون که مردم تاجیک ما یک جای بشیم. نمیده بدرو پادپیسات که برادر عزیز ویدیو را پهان که یک برادری تو یک برادری من است، یک برادری ما جای به جای کارای صاحب جای کار می شود. این برای ما ثوابی بهترین می شود. برای برادر اگر قدیما باشی فکرای خوب داشته باشین در کامنت حتما بنویسین، فکرتون رو گوش میکنیم، با یگون چی هم باشه همکاری میکنیم. یگون جای کار هم باشه، یگون چی هم باشه در گلاونی سایت نمره خودم ماندگی زنگ بزنید. یگون جای کار باشه به نهایت برادرها به جای کار هستن، صاحب جای کار میکنیم. این ثوابی بهترین میشه، کاری بهترین میشه. برای برادرای عزیز، اپاها و مادرای عزیز از همتون خواهش میکنم که بیا یک جای بشیم، دستگیری یکدیگر باشیم. برای همه که در این کانال یک جای میشیم. خداوند مهربان همتون نگهبان باشه. دعا کنیم که در حق ما خداوند ساق سلامت در غریبی مقصد قدم زنیم یا که روزمان بگذره. برای همه دعاگوی ما باشین و ما دعاگوی شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.